این درخت انگور رو من پارسال کاشتم. ببینید فقط 1 ساله. قوره هاشو ببینید. الان دیگه قوره هاش به اندازه کافی رشد کرده، دیگه بزرگتر از این نمیشه. اگه الان نکنم پوستش کلفت میشه و تبدیل به انگور میشه. ولی چون این انگورش زیاد جالب نیست، از این انگور پوست کلفت هست که تو دهن میمونه پوستش، میخوام قورهشو بکنم. حداقل اینطوری میریزم تو خورشت کدو نه ها، کدو بادم جون. خورشتش خیلی خوشمزه میشه. قلیه میگفتن، چی میگفتن؟ قیمه میگفتن، قلیه میگفتن، یادم رفته. بادمجون رو سرخ میکنم، بعد پیاز و سیر و گوجه فرنگی و اینا قوره میریزم توش. با برکته. جاتون خالی.